با آغاز گردیدن معرکه دعوت بهاری به صف ارتش ملی، جوانان دلاور دهات ورخ و چرکوی شهر اسفره اولین شده در جمهوری تاجیکستان از اجرای نقشه درک دادند. این بار اول نیست که جوانان وطندوست دهات ورخ و چرکو در نخستین روز دعوت نقشه را برزیاد تامین می‌نمایند. چاره‌بینی‌های تنتنوی گسیل نوسکران نخست در دهات ورخ و چرکو برگزار گردیده، همایش تنتنوی اساسی در مرکز شهر اسفره با شکوه خاصه دایر شد. چو ورخ نباشد تنی من مباد. من یک از جوانمرد ورخ امروز با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده میخواهم با سری بلند خدمت پدر مادر را و خدمت وطن را اجرا نمایم. ما جوانان کوشش میکنیم تا آخرین نفس همان تاجیکستان عزیز خود را حمایت کنیم. دوام چند سال آخر جوانان ورخی از اولین ها شده در روز نخستین این معرکه مهم سیاسی آمادگی خویش را برای حمایت وطن اثبات میکنند. این نوبت نیز بهادران دهات ورخ با امر دل و وجدان برای ادای قرض شهروندی خود کمر بستند. روند کارهای آبادانی و سازندگی و روحیه بلند وطن پروری باعث آن گردید که صف اختیاریان برای ادای قرض شهروندی در دهات ورخ باز هم بیشتر گردد و در دل نورسان احساس وطنداری را دوچند سازد. این خدمت حربی هر شهروندی هر یک مرد است. باید که رفته با سری بلند خدمت کرده تاجیکستان عزیز خود را، خواهر و مادر خود را باید که محافظت کنند. فرزند من در دوره مکتب خانیش سعادت هایی که با صف ارتش ملی رفته می آمدن با زبان خودش می گفت که البته من با خدمت حربی می روم و امروز من شاید از آن هستم که فرزند من با نیت خودش رسید. در چاره‌بینی تنتنوی که به افتخار گسیل نوسکران در دهات ورخ شهر اسفره برگزار گردید، همه با افتخار از اقدام جوانمردان ورخ ستایش کرده آنها را نمونه عالی وطنداری و وطندوستی عنوان نمودند. زیرا این بهادران وطن امروز اختیاراً به صف قوه‌های مسلح کشور برای حمایت مرز و بوم رهسپار می شوند. والدان نوسکران و پیران روزگار به این جوانان سعادتمند دعای خیر دادند. جوانان باشند با افتخار اظهار داشتند که خدمت وطن مادر را سربلندانه انجام داده به زادگاهشان برمیگردند. ورخ سرزمین باستانی تاجیکان است که تاریخ کهن دارد. این مکان اجدادی را در طول تاریخ چند هزار ساله فرزندان برومند و دلاورش تا امروز محافظت نموده چون گوهرک چشم حفظ میکنند. باعث افتخار است که فرزندان ما شهروندان دهه ورخ در روز اولی دعوت سرجمعانه به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شده ایستادند. در دوام 2-3 سال آخر جوانان با حس یک بلند وطن دوستی به صف ارتش ملی با اختیار خود که رفته ایستاده اند، این بسیار باعث سرفرازی ما می باشد. در دهات چارکوه نیز به مناسبت گسیل نوسکران در دعوت بهاری جوانان چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. قابل قید است که در این جماعت نیز در روز نخستین نقشه دعوت جوانان به صف ارتش ملی 100% تامین گردیده باعث افتخار و سربلندی خرد و بزرگ این دیار گردیده است. من دعوت شونده قربانوف مفتاحالدین استقامت کننده محلی سامانیان جماعت دهات چارکو می باشم و امروز با خواهش خودم و خدمت مادر وطن رهسپار شده ایستادم، زیرا که هر ادای خدمت قرض هر یک جوانمرد می باشد برای حمایت کردن مرز و بوم کشور خودمان جان خود را دریغ نمی دارم. دوام سالهای آخر جوانان وطندوست و خویشتن‌شناس دهات ورخ و چرکو با درک بلند مسئولیت شناسی و احساس خودآگاهی ملی اختیاراً به خدمت مادر وطن سفربر می‌گردند. آنها خوب درک نمودند که خدمت در صف قوه‌های مسلح مملکت قرض جوانمردی و ناموس وطنداری است. جوانان بیش از پیش درک نمودند که محافظت مرز و بوم از هر نفر شجاعت و مردانگی و دلیری و توانایی را طلب می‌کند. این همه را تنها با اجرای قرض شهروندی یعنی خدمت در صف ارتش ملی میتوان به دست آورد. در دعوت گذشته ما دو نویران را به صفهای قوه مسلح جمهوری تاجیکستان رواند و قریب 1 سال می شود که در قوه مسلح نویرای من خدمت کرده استند. من از این فخر می کنم، فخر دارم که با سر بلند آنها خدمت را ادامه داده استادند.
و یک چیز مسلم است که امروز چنان که ببینید امروز از جماعت دیهاتی چارکو 32 نفر جوانان با امر وجدان با امر دل به سعی قوه‌های مسلح جمهوری خود سفربر کرده شدند. در دهات چارکوه نواسکران را در روحیه بلند ایدانه و با سرور و شادمانی گسیل نمودند. پیران روزگار و پدران و مادران با افتخار زیاد از این اقدام جوانمردان چارکوهی پشتیبانی نموده تشبث آنها را با سرفرازی استقبال کردند. در دهات چارکوه امروزها اختیاراً سفربر شدن جوانان به خدمت حربی به حکم عنعنه درآمده است. خوشبختانه دوام سالهای 4-5 سال این جانب نقشه دعوت جوان پسرها در جامعه چارکو در روز اول اجرا شده ایستاده است. مردم امروز با یک درک مسئولیتی بلند وطن دوستی احساس کرده ایستادند که خدمت مادر وطن همچون یک قرض شهروندی، قرض فرزندی در مد نظر گرفته شده است. اینا همه پدر، مادران، والدین، خود دعوت شونده ها با یک روحی بلند آمده امروز آماده هستند که به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده به خدمت مادر وطن را انجام دهند. در مرکز شهر اسفره برای در سطح بلند گسیل نمودن جوانان وطن دوست به صف ارتش ملی جمع آمد باشکوه برگزار گردید. در قطار دعوت شوندگان و والدان آنها خرد و بزرگ اسفره مرز با افتخار از وطن و وطنداری به مکان چاره‌بینی سرجم آمدند. در این چاره‌بینی باشکوه با افتخار ذکر کرده شد که در روز نخستین جوانان دهات وارخ و چارکوه نقشه را پرره تامین نموده نمونه عالی وطن دوستی خود را نشان دادند. من نوموزاده نصرت الله یکی از رادمردان دهه چارکو امروز میخواهم که با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان وارد شده با قرض فرزندی خودم رو، قرض پدر و مادر خودم رو، قرض وطن عزیزم رو به جا بیارم، زیرا که خدمت به وطن این فرض است و قرض است و میخواهم که وطنم رو از ناخلفان حفظ نمایم. در ادامه چاره‌بینی نواسکران و دعوت شوندگان سخنرانی نموده اظهار داشتند که برای حمایت مرز و بوم همیشه آماده هستند و اگر لازم آید برای دفاع این سرزمین اجدادی جان خود را دریغ نمی‌دارند. والدان، سابقه‌داران مهنت و جوانان فعال به بهادرانی که برای حمایت وطن صف کشیدند تحسین و آفرین خوانده در اجرای این رسالت پرشرف برایشان برار و کامیابی‌ها تمنا کردند. بعد قدرشناسی والدان و پیشصفان معرکه دعوت بهاری برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد اهل همایش گردانیده شد که به جمع آمد شکوه خاص زم نمود. در عموم گسیل نواسکران در شهر اسفره با رعایت عنعنه‌های دیرینه و در سطح بلند برگزار گردید.